ای ساکنان اروپا و امریکا، ای کسانی که در استرالیا و افریقا زندگی می کنید، یا ای کسانی که در صنعت و چین و ژاپن مشغولید، بشنوید این فریاد قلب ما مسلمان ها را. ما در این جهان اومدیم برای نفرسانی شما. اخرجت للناس ای تنفعون الناس. ما فریاد قلبمون این است که شما از آتش سوزناک و آتش سوزان جهنم نجات حاصل بکنید. ای اهل ثروت و دارایی، ما نیاز به ثروت شما نداریم. الیس الله بکاف عبده. ما الله داریم، به هیچ چیزی نیاز نداریم. مبارک با ثروتتون برای خودتان، اما ما برای شما هدیه آسمانی رو تقدیم میکنیم. بیایید با الله محبت کنید، بیایید خودتون رو محبوب الله قرار بدید، بیایید پروردگار و محبوب قلبهایتون قرار بدهید تا در هر دو جهان سعادتمند و خوشبخت باشید. ای اهل، ای حکام جهان، ای پادشاهان، تخت پادشاهی برای شما مبارک. ای رئیس جمهورها، سلطنت و صدارت برای شما مبارک. ای وزرا، ای صاحبان پست و منصب، پست و منصبتون برای خودتون مبارک. ما نیاز نداریم، حتی تمنا و آرزو هم نداریم برای پست و مقام شما، اما فریاد قلب ماست، بشنوید. ما میخواهیم که شما این هدیه آسمانی رو در آغوش بگیرید و رابطتون رو با پروردگارتون درست بکنید تا در هر دو جهان رستگار باشید. در این جهان هم محبوب الله، در قیامت هم محبوب الله، در این جهان هم پادشاه، در حشر هم پادشاه، در جنت هم پادشاه، همیشه پادشاه باشید. ای ثروتمندان جهان، ای کسانی که میخواهید در این جهان سرسبز و شاداب باشید، بیایید ما به شما تقدیم میکنیم هدیه آسمانی را که هرگز در زندگیتون خزان نمیاد، در ثروتتون خزان نمیاد، در خوشیهاتون خزان نمیاد، همیشه سرسبز و شاداب خواهید ماند. رابطتون رو با الله جل جلاله برقرار کنید. صلواتی ختم فرمایید. بزرگ آمده ایم، ما برای نجات بشر اومده ایم، ما برای نفرسانی به انسانها اومده ایم، ما برای رساندن انسانها به بهشت آمده ایم، ما برای نجات انسانها از رسوایی و ذلت دوری از الله اومده ایم. ما هدفی بسیار بزرگ داریم در این جهان. به همه جهانیان اعلام میکنیم ای انسانهایی که یا ایها الناس، ای انسانهایی که دوست ما هستید یا دشمن ما، ای انسانهایی که خیرخواه ما هستید یا بدخواه ما، ای کسانی که در درهای در بسته، در اتاقهای در بسته نقشه میکشید برای بربادی و تباهی ما، بشنوید فریاد قلب ما را. ما در تنهایی های شب اشک میریزیم که شما به جهنم نرید، همان گونه که پیامبر ما برای دشمنان خودش اشک میریخت. ای کسانی که اسلحه به دست گرفتید و تشنه خون ما و دشمن جان ما هستید، اما بشنوید فریاد قلب ما را. ما قدم رو با همت و با معیت و یاری پروردگار قدمهایمون رو بر می‌داریم تا شما از آتش سوزناک و عذابهای هولناک جهنم نجات حاصل کنید. ما خیرخواه شماییم، ما نمیخواهیم شما به جهنم برید. این درس رو به این امت خود پیامبر عطا کرده و این درس زیبا را خود جناب سرور کونین به این امت آموخته. شخصی که میاد یارو شمشیر رو در دست گرفته، پیامبر در حال استراحته، من یمنعک منی، چه کسی میتونه تو رو نجات بده؟ زمانی که چشمه های گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم باز شدن، پیامبر فرمودن الله. شمشیر از دستش میفته، شمشیر رو پیامبر در دست میگیره، من یمنعک منی کن خیر آخذین. اما اینجا فریاد قلب پیامبر و درسی که جناب سرور کونین به ما درس میدهند و تا قیامت به هر فرد این امت درس میدهند، فرمودن اسلم، ای تشنه خون من، ای دشمن جان من، ای کسی که شمشیر به دست گرفته و اقدام به قتل من کردی، بشنو فریاد دل منو و ای امت من که بعد از 14 قرن میایید و در این جمع زیبای ختم بخاری برای محبت الله و رسول الله تجمع
ما میکنید. بشنوید این درس را یاد بگیریم از سرور کونین. فریاد قلب پیامبر: اسلم، تو دشمن جان من، تو تشنه خون من، اما من میخوام در هر دو جهان سعادتمند و خوشبخت باشی. این سرمایه بزرگی بود که ما از دست دادیم. ما در این جهان اومدیم که انسانها رو محبوب الله بکنیم. انسانها آن ذاتی که با عظمت قدرت داره، صفاتش خودش با عظمت، صفاتش کامل، ذاتش کامل، آن ذات میخواد که ما با آن پروردگارمون محبت کنیم. یا من لا تراه العیون، ذاتی که چشم او رو نمیبینه. ولا تخالطه الظنون، از تصور ما بالاتره، در هیچ تصوری صفات او نمی گنجند. ولا یصفه الواصفون، هیچ وصف کننده حق وصف پروردگار رو نمیتونه به جا بیاره. لو ان ما فی الارض من شجرة اقلام، همه درختای جهان قلم بشن و تمام اقیانوسهای جهان دوات و جوهر بشن، اولین آخرین، انس جن، حی، میت، مرده، زنده، رط، یابس، همه جمع بشن و شروع بکنن به نوشتن صفات پروردگار، ما نفدت کلمات الله، نمیتونن حق وصف پروردگار رو به جا بیارند. ولا یخشى الدوائر، از انقلابات جهان ترسی نداره. چرا بر دیگران اعتماد کنیم؟ چرا در سعی و تلاش به دست آوردن دیگه مخلوقات باشیم؟ چرا رابطه ایمون رو با الله جل جلاله برقرار نکنیم؟ همه از تغییرات، حوادث جهان در آنها تغییر میاره. با یک حادثه ثروتمند فقیر میشه، با یک حادثه صاحب منصب در زندان میفته، با یک حادثه و الا حادثه مرگ همه رو از همه غیر الله دور میکنه. فقط یک الله هر جا